نداشتن مدرسه yakmay bazabonu davlat bazabonu xudamo 2024 yil 1-yanvardan boshlab pedagog kadrlarga malaka toifasini berishning yangi tartibi joriy etildi. Unga ko'ra, attestatsiya ikki bosqichda o'tkaziladi hamda birinchi bosqichda talabgorlarning mutaxassislik fani va kasb standarti bo'yicha bilim darajasi, ikkinchi bosqichda pedagogik mahorati baholanadi. Farg'ona shahrida bo'lib o'tayotgan sinov jarayonlarida qatnashgan So'x tuman o'qituvchilari tomonidan o'ziga xos rekord o'rnatildi. Kuni kecha ushbu imtihonda muvaffaqiyatli qatnashgan 4 nafar so'xlik muallimlar yuqori ball olishga muvaffaq bo'ldilar. Assalomu alaykum. Men 11-sonli So'x tuman maktabida ishlayman, boshlang'ich sinfda. Mana kechagi bo'lib o'tgan attestatsiya testlarida ishtirok etdik. Testlar o'z tojik tilimizda hammasini tashkillashtirilgan. Biz prezidentimizdan, vazirliklardan hammasidan minnatdormiz. Kelajakda yaxshi yana yuqori ballarni olishga harakat qilamiz. Kelajakda yosh avlodni yaxshi tarbiyalashga, bilim berishga va'da beraman. Butun g'ayratimni, bilimimni ishga solaman. Yakuniy natijaga ko'ra So'x tumanidagi 5-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi Qizlarxon Jurayeva 98 ballni, 15-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi Kumushoy Tojiddinova 98 ballni, 11-maktab o'qituvchisi Barodjon Jurayev 98 ballni va 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi Gulshanjon Jurayev 96 ballni qo'lga kiritdilar. اینا من معلمه صنف ابتدایی 33 سال باز در مکتب به نسل نورس سبق می آموزانم و بسیارتر در بالای خود کار می کنم. در مکتب راهبر اتحاد متدی صنف های ابتدایی شده کار می کنم. من امروز بسیار خرسندم که دیروز که در ولایت ایدی گرفتن کاتگوریا طایفه تست گرفته شد. من بلی بلندترین را گرفتم که این هم باشد 98 بر. سبب بسیار خرسندم که در ازبکستان ما زیاده از 130 ملت زندگانی کند هم حقوق ما برابر است. حقوق برابری امروز مرا به همین روی آب برآورد که من با زبان تاجیکی تست سپردم. البته من در آینده باز وعده میدهم من تا امروز 11 تا صنف ابتدایی را تا صنف 4 کرده تمام کنوندم. 11 پتا گویم اکنون 11 براریش 11 براریش کرده هستم. شاگردان من در انیورسیته ها میخوانند. من با شاگردان خود فخر میکنم. یعنی اولینشون قریب 50 ساله شدگی. اولینشون قریب 50 ساله شدگی هستند که آمده در قطار من در یک جایگی کار میکنند. باز من امروز با ویار متد های نو به نو رو به آنها آموزانیده، تحلیل درس گذرانیده. من حقیقت با همون شاگردانم فخر میکنم که امروز ها نام مرا تا همین درجه برداشتن. من باز یک بار دیگر از همین وطن خود بسیار خرسندم. باز این را گفتنی هستم که میخواستم که در سوخ ما همه فنها هست، فقط زبان تاجیکی صنف‌های ابتدایی و زبان و ادبیات است. میخواستم که دیگر فنها هم با زبان تاجیکی شود. اگر با زبان تاجیکی شود در ما نهایت معلمان بقوت، معلم‌های هستند که اقتدارناک هستند که و یا در وقت خواندن زبان لاتینی کمتر دشواری میکشند. اگر با کریلی میشید بسیار خوب میشد. من در آخر سخنم همین را گفتنی هستم. معلم بودن کسبی پر افتخار است. معلم دوستداری کودکان است. کمتر در حاضر یک شعر ایجاد کردم. ای وطن، جانم وطن، جانم وطن، در آغوشت من که رستم، جانم فدای این قدر غمخواریت، تا در تنم جان است باور بکن، من فدای نسل نورستی تویم. من دیروز در اتستاتسیا اوید با گرفتن طایفه اشتراک نمودم. من خیلی هم خرسندم که با این اتستاتسیا اشتراک کردم، چون که در اونجا من دانش‌های نو به نو به خود گرفتم.
sharoiti uch xil bu. sharoiti benihoyat naqz بود. rahmat ba prezidentamu ba mo ba tojik zabonu hamma xil imkoniyat va Ya'ni test bo zaboni tojiki بود-a? test bo zaboni tojiki بود. جدو ناز بود نظارت هم سخت بود این رو هم گفته گذارنده نظارت هم سخت بود من ما دیروز دیدم که شما هنگامی صحبت می‌کردن بسیار هیجان فرا گرفتگی بود. به نهایت من هیجان زیر یگان کرد نقشه هم پیدا شده که در دلت. البته نقشه خوندن در کار بود است خوندن در کار بسیار با معلمان همکسبان خود بسیار هم صحبت شده چطوری که ما در مکتب خودمون میکنیم در مکتب رقم 5 بعد از درس ها ما با معلمان ابتدایی هم ما جمع شده سوال جواب ها میگذرونیم این امکانیت به ما زیادتر فراهم می‌آورد از این ها خلاصه برام که بسیار خواندن در کار بود است باز هم برای ثمراناکتر شدن من باز هم خونیش رو دوام میدهم muvaffaqiyatga erishgan o'qituvchilarni samimiy muborakbod etamiz va bunday zafarlar bardavom bo'lishini tilaymiz. Qarayapman, prezidentimga rahmat, prezidentimga.